نمایشگاه بین‌المللی تهران امروز شاهد حضور ارائه آخرین دستاوردهای دانشمندان کشورمان در بخش لیزر از جمله لیزرهای صنعتی، پزشکی، تحقیقاتی نظیر لیزر دیسک نیمه‌هادی و نانو بود. این نمایشگاه با هدف نمایش کاهش اختلاف سطح دانش داخلی با آخرین یافته‌های جهانی، اطلاع رسانی به جامعه دانشگاهی، پزشکی و صنعتی و تقویت غرور ملی در حال برگزاری است. 3 نوع لیزر عمده رو داریم عرضه می‌کنیم. یکی لیزرهای نیمه‌هادی، یکی لیزرهای فیبری و یکی لیزرهای دیسکی که این 3 لیزر ارکان لیزرها رو تشکیل میدن. جمهوری اسلامی ایران الحمدلله تونسته در هر 3 حوزه لیزری قدم‌های بلندی رو برداره. جزء 3 تا 5 کشور اول جهان هست در دستیابی به لیزر فیبری، لیزر دیسکی و در حقیقت به دست آوردن یک جایگاه فاخر در این حوزه. اولین نمایشگاه دستاوردهای مرکز ملی علوم و فنون لیزر در سال 88 افتتاح شد. در این نمایشگاه 28 غرفه‌دار 40 نوع لیزر از مینیوات تا کیلووات را تا 28 دی ماه در معرض دید علاقمندان قرار دادند. سید حسین کاظم‌نیا، نمایشگاه بین‌المللی تهران، سالن خلیج فارس.